بچه‌ها وقتتون بخیر. من امیرم و اینجام چنل ماتریس پول. بچه‌ها امروز اومدیم با معرفی یه بازی که اسمش کریزی کارت هستش. بچه‌ها قبل از اینکه بریم حالا سراغ بازی و بهتون آموزش رو بدم، این اولین ویدیو چنل ماتریس پول هستش و میخوایم که حالا یه قرعه کشی هم بذاریم. دوستانی که چنل رو سابسکرایب میکنن و لایک میکنن و حالا یه کامنت زیر همین پست زیر همین ویدیو میذارن، توی قرعه کشی شرکت داده میشن و بهشون یا پول نقد هدیه میدیم و یا ترون یا حالا شارژ که کامنت بذارید و حالا شرکت کنید. بچه اسم این بازی کریزی کارت هستش که حالا چند وقتی اومده و 3 از این بازی کمپانیش تا به حال ساخته و ما حالا یه دونش رو میخوایم بهتون آموزش بدیم که از همه هم تقریبا آسون تره. بچه این ماشین بازیه که حالا من روش کلیک کنم تا وارد بازی کریزی کارت بشم. تو این بازی شما میتونید سولانا برداشت بزنید و یا ارزهای دیگه برداشت بزنید که برداشتش هم به صورت کاملا آنی هستش. حالا من صدای بازی رو کم میکنم و حالا روی لاگین کلیک میکنم. بچه‌ها حالا روی لاگین وقتی کلیک کردم همچین صفحه براتون میاد. همین صفحه براتون میاد. من روی حالت ریجسترینگ هستم که اینجا بهتون گفته میتونید روی ساین اپ ویچ ایمیل کلیک کنید که میتونید حالا وقتی که روی این گزینه کلیک کردید و یه ایمیل بزنید و یه حالا یه رمز عبور بزنید و وارد اکانت بشید، یا میتونید روی ساین اپ ویچ گوگل بزنید و ایمیلتون رو انتخاب کنید و مستقیم وارد حالا حسابتون بشید. من روی لاگین کلیک می‌کنم چون از قبل حساب دارم، وارد حسابم میشم. خب بچه‌ها من وارد حسابم شدم. همونطور که دارید می‌بینید من حدود 313,000 تا امتیاز دارم که میتونم حالا اینا رو بعداً که به تقریبا 900,000 تا امتیاز برسه میتونم حالا تبدیل بزنم به ارزهای دیگه که الان من تبدیل زدم به سولانا. البته وقتی به 900,000 تا امتیاز برسید شما میتونید که سولانا، بیت کوین، اتریوم و حالا تتر برداشت بزنید که ارزش اینجا میبینید، ولی من میخوام حالا سولانا برداشت بزنم ولی خب هنوز به حد برداشتش نرسیدم. این دیگه گزینه کانورت ناو داره که وقتی که شما حالا امتیاز دریافت میکنید که جلوتر بهتون میگم چطور امتیاز دریافت کنید، وارد امتیاز رو وقتی دریافت کردید میاد اینجا و امتیاز رو تبدیل به هر ارزی که دلتون خواست میزنید. وقتی شما به 900,000 تا برسید امتیاز معلوم نیست چقدر بهتون پول میده، ولی حدودا $1 تا $5 بهتون خواهد داد. هر دفعه متفاوته. اینجا می گزینه استریکس داریم که این هم زیاد مهم نیست، ولی خب روزانه بهتون امتیاز میده. اینم روزانه بهتون امتیاز میده. بچه‌ها به من 10 ساعت دیگه حالا امتیاز میده. اینجا هم حالا گفته که به بازی امتیاز بده. بخش ویدراش هم که وقتی حالا همونطور داریم مشاهده می‌کنید به 916,500 امتیاز باید برسید. وقتی که رسیدید اینجا گزینه مکس رو کلیک کنید و اینجا آدرس سولاناتون رو حالا من تبدیل زدم سولانا، شما میتونید به تتر هم تبدیل بزنید و برداشت بزنید. برداشتش هم به صورت کاملا آنی براتون وارد میشه. چیز دیگه نداره. حالا میریم سراغ بازیش. بچه‌ها شما باید ماشین بازی کنید و همونطور دارید می‌بینید 3 تا جون هم دارید که الان من 10 امتیاز دارم که هم داره اضافه میشه. میتونید با حالا کشیدن صفر به چپ یا راست ماشینا رو رد کنید و وقتی هم که به جلو بکشید سرعتتون هم بیشتر میشه. 3 تا جون هم دارید و الان یه دفعه دیگه من تصادف کنم تمومه. هر چقدر که بچه امتیاز بیشتری بگیرید بهتره. خودم میزنم یه ماشین که حالا بهتون بقیه بازی رو نشون بدم که چجوریه. اینجا همونطور پایین نوشته ریوارد افتر اد نوشته که یه تبلیغ بهتون نشون میده و الان متاسفانه اینترنت هم یکم ضعیفه و تبلیغ نشون نده. اگر بهتون تبلیغ نشون نده هیچ پولی بهتون نمیده، چون این بازی‌ها کلا بر پایه همین تبلیغات هستن. بچه‌ها با تبلیغات هم خودشون یه پولی در میارن هم یه پولی به شما میدن. خب بچه‌ها این بازی چیز دیگه ای نداره. اگر از این آموزش خوش اومد حتما ویدیو رو لایک کنید، سابسکرایب چنل یوتیوب هم یادتون نره و خدا نگهدارتون تا آموزش بعدی.